بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، ما فعلا بعد از برنامه افتتاحی بند، بعد از نان خوردن همینجا در حسینی عمومی تمقال لومان قرار داریم. خواستیم که شما را با مسئول عمومی بندی رویا و امید تمقال آشنا بسازم و در آینده اگر ویدیوهای را دوباره منشر منیم دیگه شما از اول تا آخر با تمام مسئولینش آشنا شدید. خب در قدم اول از مسئول عمومی بند رویا و امید تمقال جناب آقای توکلی صاحب میخواهیم که خود را کمی مفصل تر بخش بیننده معرفی کنه. آقای توکلی صاحب. تشکر برادر عزیز. اول خوش آمد گوییم شما را که در محفل افتتاحیه بند رویا و امید تمقال لومان تشریف آوردیم و عرض سلام و احترام داریم خدمت تمام بینندگان عزیز و محترم که در سراسر دنیا، در افغانستان باشد، در کشورهای خارج باشد، همه از اونها توسط از ویدیو سلام و احترام تقدیم کنیم و از خدای بزرگ صحت و سلامتی و عافیتمندی از این برادرها را از خدا میخواهیم. من میرحسین توکلی هستم، یکی از باشندگان از همین منطقه تمقال و مردم تمقال چه در داخل و چه در خارج لطف کردن مرا به عنوان خادم خود قبول کنه و من مسئول حسابداری یا مسئول از همین مالی بند رویا و امید تمقال هستم. تشکر آقای توکلی صاحب. امی پروژه بسیار خوب و پروژه عظیمی که امروز بخیر با همت شما، با همت عمومی خیرین و با همت عمومی مردم سرفراز تمقال افتتاح شد، راهاندازی شد. میخوایم امیر در شروعش یک معلومات کلی بدین که این بند طولش چقدره، عرضش چقدره و بعد پروژه زیر شما بخش چند سال در نظر گرفتین که انشالله تکمیل شد؟ انشالله بند انشالله به یاری خدا به عرض 14 متر از پایین و 4.5 متر در ختم به ارتفاع 20 متر و طول 110 متر در ختم انشالله ساخته میشه. انشالله که برنامه ریزیش قرار است که در 2 سال کار از ختم شده. فعلا همونطوری که در ساحه دیدین مقدار 26 تن آهن خریداری شده برای بند توسط زمین کمک مالی خیرین محترم و 200 تن سیمنت از کارخانه جوین سیمنت مشهد خریداری شده که از او جمله تعداد 770 کیسه سیمنت در یک موتر دم گودام بند رویا و امید تمقال رسیده. ریگ و سنگش هم فعلا به اندازه ای که ما کار رو شروع کنیم انشالله تدارکی داشته آماده شد. خب آقای توکلی صاحب، همین ضرورتمندی شدید شما چیه؟ یعنی خیرین و دوستانی که در شروعش این بند را بسیار قشنگ حمایت کرده، بسیار خوب حمایت مالی کرده دیگه، این ضرورت های اولیه یادآوری کن که دوستا و خیرین در اون قسمت تمرکز کنه و این ضروریات اولیه را مرفوع بسازه. در این قسمت جا داره که دوباره سپاسگزاری و تشکر کنم از خیرین محترمی که تا حال کمک کردن. متاسفانه امروز وقت کم بود، وقت نرسید همین مقدار کمکایی را که ما دریافت کردیم. لیست داشتیم که باید مصرف از این لیست های خریداری را در حضور رسانه ها، در حضور از این مردم ما تصمیم 100% داشتیم که اعلان کنیم که ما چیا خریدیم. مثلا 26 تن آهن خریدیم، چند پول شده و سیمنت چند، کانتینرها که خریدیم، تدارکاتی که کردیم. دیگه وقت تقاضا نمیکرد. انشالله ما در چند روز آینده در حضور رسانه ها حساباتی که تا حال مصرف شده و لیستی که تا حال شما کمک کردین دقیق برای شما میخوانم و حساب دهی مونیم و از شما تقاضا دارم که بازم انشالله
و حد توان، هر آنچه که در توانتان و هر آنچه که شما خودتان میخواین کمک کنین برای ما کمک کن. انشاءالله که خداوند به شما خیر و برکت بده و جهان سپاسش. سوال بسیار بسیار خوب که من امیره میخواستم خودم از خیرین از برادران امی تو توسط شما که امی صدای جامعه مظلوم افغانستان هستیم و گوش خیرین برسنم که ما تقاضای ما این است که برادرای عزیز به ما که کمک کنین، کمک مالی نقد کن. حالا دلیلش یه وقتی که ما سیمنت کار داریم، اگر کسی از بازار وجود سیمنت میخره یا مثلا از ایران سیمنت میخره یا از فرع و نمروز برای ما سیمنت میخره، این سیمنت قیمت خریداری میشه. چون خود ما وقتی که میخواستیم سیمنت بخریم، اگر مثلا 200 تن سیمنت میخریم، این $1 در تن گرانتر میخره. اگر مثلا این 500 تن بخریم، این $1 $1.5 ارزانتر خریده میشه. در مجموع هر چیزی که ما خریداری کنیم توسط تیم تدارکات به اصطلاح از مبدأ اصلی تا مقصد که برسه، این ما بسیار میتونیم به صورت خوب و درست تدارکات کنیم، چه آهن باشه، چه سمنت باشه، چه چیزهای دیگه باشه. خیر اینه که میخوای ما رو کمک کنه، لطف کنه، ما را فقط کمک نقدی کنه، چون غیر از سمنت و آهن ما مزد کارگر باید پرداخت کنیم، ماشین آلات باید که خریدیم و باید آینده هم بخریم، بعضی چیزهایی که کم بوتات داریم. عرضم به حضور شما امکانات هایی که لازم است و طبق روز باید سنجیدش نه و خریدش نه و ما اونا را تهیه کنیم. ما را هر کسی که کمک نه از 1 روپیه که شما برای ما کمک منین، دنیا را برای ما کمک کردید، یک انسان را نجات دادید. ما تشکر منیم و کمک شما اگر به صورت نقدی باشد بسیار مؤثر خواهد. خب به عنوان سوال آخر آقای توکلی صاحب، فعلا نمی ساختار تشکیلاتی بند چگونه؟ یعنی بند مسئولینش در کدام چوکات، مثلا تعداد کارگرایش فعلا مشخص شده یا نه، یا در جریان کار تعداد کارگرای مشخص است؟ چوکات کاری بند اول در رأس انجینیر صاحب خالق نیجر قرار داره که نقشه و جای بند و سروی بند را انجام داده. فعلا هم انجینیر مسئول بند هست و 3 نفر ما در داخل و همینجا در تمخل که در این کار رسما افای وظیفه منیم. ما به عنوان حسابدار مالی هستم. آقای دولت حسین حسنی امو سرپرست عمومی کار یا کارگری یا تمام تیم تدارکات و امثال و آقای نعمت الله قاسمی به عنوان خزانه دار که صراف است در بازار وجود. هر مقدار پولی که جمع میشه اونجا در خزانه داریه و بعد هر چیزی که توسط تیم تدارکات خریداری میشه به صورت نقدی و پول پرداخت نمیم. چک داریم، چک نوشته منیم و خود دکاندار یا فروشنده چک را پاس منه و اگر از جاهای دیگه خریداریش نه توسط حواله از صرافی پول خورا دریافت کنه. بسیار. تعداد کارگرایش چقدر؟ تعداد کارگرها فعلا الحمدلله 25 تا 30 نفر مشغول کاره که 5 کیب سنگ شکن هستند و کسایی که جای از این بند را صافکاری و پاککاری و به اصطلاح تهیه ریگ و ماشینری و اینا را انجام میده. 25 تا 30 نفر فعلا مصروف کاره و ما تازه افتتاح کردیم. انشاءالله از فردا کار عملا آغاز میشه و تعداد کارگران دیگه که نام نویسیش ده کار انشاءالله میاد. بسیار عالی. خب تشکر. خواهش می‌کنم. انشاءالله شروع گزارش بود دیگه، از این به بعد میتونه به صورت دوامدار انشاءالله تعقیب منیم این پروژه را و کارها را تعقیب منیم و تمامی برنامه ها و کارهای خوبی که اینجا انجام میشه بخش بیننده گزارش داده مریم انشاءالله. تشکر از شما، از بیننده های عزیز محترم که ما را میبینن. تشکر از خیرین عزیز. جهان سپاس. خدا حافظ شما. موفق باشید. سلامت باشید. سلامت باشید.